بدون اینکه از تهران خارج بشیم به 4 کشور سفر کردیم تا صبحونه هاشونو بخوریم، ولی اصلا فکرشو نمی‌کردیم نتیجه کارمون این بشه. امروز قراره با هم بریم ببینیم خوشمزه ترین صبحونه دنیا برای کدوم کشوره. تا آخر ویدیو با ما همراه باش، قراره کلی تجربه خفن و خوشمزه داشته باشیم. لایک سابسکرایب فراموشت نشه چون به ما کلی انرژی انگیزه میده. بدون معطلی بزن بریم. خب مقصد اولمون فرانسه. کلاً عاشق صبحونه‌های سبکن. مثلا نونای مختلف با کره و مربا، نون باگت، کروسان با یه نوشیدنی مثل قهوه یا هات چاکلت خیلی دوست دارم. البته اون غدایی هم که فکر می‌کردیم ساده و سبک نیستش، قشنگ خامه و شکلات و یه هات چاکلت خیلی خفن و بوم و لحاظ ظاهری واقعا یه لیگ دیگه است. قشنگ روح آدم رو ارضا می‌کنه. بچه اون مدل اصیل هات چاکلت اینه که اینقدر خامه بزنید. کجا سبکه؟ از این سنگین‌تر مگه داریم؟ من فکر کنم هات چاکلتایی که ما قبلا می‌خوردیم سوء تفاهم بود. اصلش آره بابا اصلش اینه. بچه‌ها مرحله بعدی کروسان. چقدر خوشگله. دلم نمیاد. اوه تمام ریخت. کلاً فرانسوی‌ها رسمشون اینه که کروسان یا نون رو میزنن تو قهوه یا هات چاکلت. وای سیبیلات خامه شد. نیکان دیگه یه چیز خوشمزه دیگه مزه بهش میده. اونا باید بزنیم تو هات چاکلت زنن که خالی بخور. بخور بیا بجلو. این با نوتلاشه، اونم که لته معروف. ما از این خامه بریزم وسط این شکلات. خیلیت همیشه باید بذاریم. این اصول اصلی کروسان شکلاتی خوردن. اون واسه طور کوچیکه. Oh no. نه تا بخور. Oh no. داره اینجا میدره. بچه‌ها قیمت یک کروسان با یه قهوه توی ایران میشه 700 تا 800 هزار تومان، ولی توی فرانسه 5 تا 8 یوروه. حالا بحث قشنگ و جذاب امتیاز رسیدیم. من از اونجایی که کلا خیلی عاشق شکلات و چیزای ترد و نوشیدنیای مثل خامه و شکلاتی و این شکلی هم دوست دارم امتیاز 9 رو بهش بدم. منم به عنوان صبحونه راستش دوستش داشتم. سیر میکنه، واقعا خوشمزه، 8 میدم. ولی خوشمزه ترین صبحونه باید صبحانه باشه. باید از نظر صبحانه ارزش غذایی داشته باشه. حالا ارزش غذایی هر روز بخوای بخوریش. امتیازی که پس گرفتش امتیاز 17 که میاریم تو این جدولمون. بریم صبحونه بعدی رو تست کنیم. بزن بریم. صبحونه بعدی گرجستانی. گرجستانی‌ها علاقه شدیدی به پنیر دارن. پنیر رو تو صبحونه، نهار، شام از شونه استفاده می‌کنن. حالا یه چیز خیلی جالبی که هست،
گرجستانی‌ها یه غذای محبوب منحصر به فرد خودشون دارن به نام خاچاپوری. خاچاپوری چیه؟ تشکیل شده از نون، پنیر، کره. این بیسیک ترین حالت خاچاپوری و اصیل ترینشه. معروف ترین نوع خاچاپوری آجارولی خاچاپوریه که تشکیل شده از نون، کره، پنیر و وسطش یه تخم مرغ عسلی خشکه. غذای مفصلیه، مثل ناهار میمونه واقعا، شاید مثل پیتزای خودمونه. آره مثل پیتزا ولی میمونه. یه تاپیکای اضافه هم روش داره علاوه بر آره. اون بیسیکش، یکم قارچ و فلفل دلمه‌ای، ولی خیلی عطر خوبی داره. خیلی. مثل صبحونه کامل و مفصل دقیقاً میمونه. مثلا صبح زود اینو بخوری تا شب شاد. آره واقعا. جذاب ترین قسمت ماجرا برشه وای. خیلی جذابه. بچه‌ها جاتون واقعا خالی. وای خیلی خوبه. من میخوام اول از همه یه تیکه کوچیک با یه کوچولو وای تخم خیلی جذاب. مرغ. پنیرش هم بچه پنیر پیتزا نیست. نه پنیر پیتزا پنیر نیست. خامه‌ای، آره، پنیر پنیر فتا، خامه‌ایه. یه همچین چیزایی. Oh no. بیا. نمیخوام. ها بیا. خیلی دور خوشمزه نونش است. پر کنجد و زیره است. بار یکی برات لقمه درست کرده آورده، فقط تو آماده دقیقاً. میخوری مثل پیتزا. تنها توصیفی میتونم ازش بکنم یه پیتزای خوشمزه ولی سبک‌تر. آره ببین یه خاچاپوری که خب. بخوای بگیری تو گرجستان میشه 15 تا 20 لاری. یعنی چقدر واحد میشه به ریالمون؟ 1 تا 1 و 600. 1 و 500 1 و 600. تو حالا ما ایران تو ایران این خاچاپوری رو خریدیم 500,000 تومان. ببین من به این 8.5 میدم. من بهش امتیاز 9 میدم به خاطر اینکه طعمشو خیلی دوست داشتم به عنوان صبحونه. مجموع امتیازات صبحونه گرجستانی شد 17.5 میاد تو جدولمون. حالا بریم مقصد بعدی، صبحونه بعدی صبحونه انگلیسی. مهمترین آیتم توی صبحونه انگلیسی چایشونه. علاوه بر اون یه بشقاب خیلی محبوب و معروفی دارن که تشکیل شده از کلی پروتئین و فیبر و کربوهیدرات که اعتقاد دارن اگر صبحونه اونو بخورن تا شب سیرن. الان فهمیدم که چرا میگن اگر اینو صبح بخوری تا شب سیری. خداییش هم وعده نهار شاممون بیشتره. کنار این ترکیب چرا چایی؟ بعد روش اینقدر نوشابه بخوره اینو بشوره ببره. دقیقاً. ولی من خودم خیلی چای دوست دارم. اینو ما اگه بذاریم اینجا، نه دیگه اون نذار. اینو بذاریم نه. اینجا، اینو بذارم اینجا، میشه این. بفهم خودتون بفهم. اون حسابی خالی. خداییش زشتی نه؟ خوشمزه است. یه سوسیسش خوشمزه. خیلی داری مسخره بازی می‌کنی. Oh no. ببین من شنیدم انگلیسی‌ها به جای آبم چای میخورن. یه ما ایرانی هم همینیم. کرم بلوکی میدی به من؟ به خودم میخور. با اینکه ما امروز واقعا. خیلی سنگین شروع کردیم، خیلی ما خوردیم. حال نیستیم زمینی‌هاش هم روش نشد. تو انگلیس این صبحونه بین 15 تا 20 پونده. یعنی به پول ما میشه تقریبا 2.5 تا 3.5 میلیون. ما اینجا با 2.5 خیلی میلیون گرونه. 6 لیک میخوریم. نه آره سوسیس واقعاً. تخم مرغ ولی خب خیلی گرون. ولی ما این صبحونه رو توی ایران خریدیم بین 700 تا 800 هزار تومان. من راستیتش خیلی باش حال کردم، ولی اینکه نتونستم مثل اون کروسان
با کله برم توش، خاطر اینکه این آیتم سوم ماست و من واقعا هم سیر بودم، واسه همین یه کوچولو کم باهاش آهسته تر رفتار کردم. بهش امتیاز 9.5 رو میدم و کلا از بشقابای پر آیتم لذت میبرم. صبحونه انگلیسی نمره 8 رو میده. هر روز سوسیس و تخم مرغ و لوبیا و اینا برام جذاب نیست. پس در مجموع شد 17.5. 17. بیاد اینجا رو جدولمون. صبحونه بعدی فکر کنم خیلی مهیج باشه، پس بدون معطلی بزن بریم. کوره‌ای‌ها انقدر عاشق برنج و سوپن که حتی واسه صبحونه هم میخورن. حالا اون به کنار، کیمچی که دیگه تو همه وعده هاشون هست، حتی توی صبحونه هم کیمچی رو میخورن. خب ما به عنوان صبحونه کره‌ای یه دونه سوپ بودجیگه سفارش دادیم. بودجیگه خب که شامل سس گوچوچان اینو بذار نپذیرم، چون خب نه گودجیجه با سس چامچاوا گوچوچان که همون رب فلفل کره‌ایه که با سس سویا، سوسیس، نودل و پنیر توفو پخته میشه. این سوپ برای ارتشیا بوده. چرا؟ چون خیلی سوپ مقوی و کاملی بوده که بتونه توی طول روز قشنگ انرژیشون رو فراهم. کره‌ای همه چی رو با برنج میخورن. یه کاسه برنج کره‌ای و کیمچی. به نظر سوپ غذاست؟ نه، ولی مامانا همه میگن غذا. بچه‌ها ما یه غذای دیگه سفارش دادیم که به عنوان صبحونه سرو میشه. شبیه سوشیه ولی آره سوشی شبیه نیست. سوشیه. به این میگن سوشی کره، کیمباب. که حالا ما کیمباب سوسیس با کیمچی سفارش دادیم. البته این حالا سرآشپزی که اینجا بود داشت میگفت کیمباب فرهنگه بله. که جلبک با برنج میپیچن، بعد هر چی جلو دستشون بیاد و میذارن وسطش. دقیقاً. میخوام به یکی بگن حالت خوبه، نمیگن حالت خوبه، میگن غذا خوردی. چه که جالب. کره اینجوریه. حالا تو غذا خوردی؟ صبحونه نه خوردی؟ میشه یه صبحونه بخور. من خودم یه چیز دیگه میخورم. Oh no. خوشمزه است؟ میتونی به عنوان صبحونه حسابش کنی؟ اینطوریه که بگم مثل یه ساندویچ سوسیس میمونه، وسطش ترشه ریخت. تو داری گاز میزنی. بعد این جلبک و برنج شبیه نون شده، سوسیسه با یه چیزی شبیه مثل فکرم کیمچی بود وسطش. آره کیمچی و سوسیس کنار هم شبیه مثل این فلافل با ترش بندری ها هست میخورن. خیلی تنده. اونو میشه بخور. خب حالا بریم سراغ آیتم بعدی، سوپ بوده جو. خب نه نباید اینطور بریزی، باید برنج رو بریزی تو مگه این سوپ. خورش؟ نه باید برنج رو بریزی تو سوپ. برعکس اینجا ماست. همه چی یه شکل دیگه است. برعکسه. بذار زمین. بازم اینطوری نه، باید اول سوپ رو بریزی. این بی احترامیه. اینم بی احترامیه. آره. برگردون. باید اول سوپ رو بریزی. اول باید سوپ رو بریزی. بعدش هورت بکشی. نگاه کن بیار اینجا. کی برنج رو باید بریزی؟ وقتی سوپ رو میریزی. حالا آبش. سلام. اینم روش خاصی داره مثلا نه باید همینجور با بخور. اگر هورت بکشی یعنی که خیلی خوشمزه است و احترام اول هورت باشه. بکشم. سخت اینجا.
چطوره؟ یا وایس. از توفو هم بخور، گوش من خیلی بابا. دوست دارم. خوشمزه است؟ هر یه ذره کی که بس. اینجاست خیلی استایل و تریپ کره رو داره. این تو من واسه من نگرفتی. نه واسه خودم هم گرفتم. یه ذره نودلاشو بخورم تو رو. کامنتون مثل نیکان زاله. نگین مظلوم خجالتی. بذار خودم یه من. هورت بده. خودش خوشمزه خوشمزه. است. با چنگال هم میشه خورد البته آدم. بچه‌ها خوشمزه است به خدا. سوپش خیلی ببین من خوشمزه است. ذائقم خیلی ایرانیه خب ولی واقعا خوشمزه است. خیلی جدی جالبیه. میگم. این تو هر خیلی خوبه. سبزیجاتی که ما تو سالاد استفاده می‌کنیم. آره، جوانه، همش هست. گندم. می‌تونم از اینا نودل سوپشه. بخورم تو رو. آره یه من سیر شده. فکر نمی‌کردم این سوپ اینقدر خوشمزه باشه. حق دارن ارتشی اینو می‌خورن. چون من الان 2 تا قاشق خوردم. آره. خیلی بالا. قاشق اول گرفتم. امتیازی که فکر می‌کنی مناسبش باشه چیه؟ چون خیلی دوستش داشتم و من عاشق فرهنگ کره و غذاهاشونم من بهش 8 میدم. فکر می‌کنم 7 چون میدی؟ آره 60% دوست داشتم. پس امتیازی که ما واسه صبحونه کره‌ای در نظر گرفتیم امتیاز 15 است. اینجا میاد. ببین اگر تو بخوای این صبحونه رو یعنی سوپ و برنج توی کره به عنوان صبحونه سفارش بدی قیمتش از 7000 تا 12000 وون میشه. وون چقدر میشه حالا به به پولمون؟ پول ما تقریبا میشه بین 900,000 تومان تا 1,500,000. فقط بابت این سوپ. فقط سوپه که اینجا هم تقریبا اینجا قیمتش همینه، شاید همین یه بود. کوچولی بیشتر هم بودش. یه ذره بیشتر هم مثلا بود رو تو ایران هلوشه گرفتن. 1,200 تا 1,500. خب بچه‌ها اینم مجموع امتیازا گرجستان و انگلیس با هم دیگه مساوی کردن. بله متاسفانه ولی این پایان رقابت نیست. اگر شما دوست داشته باشین و لایکای این ویدیو رو به 1000 تا برسونین پارت دوم صبحونه‌های کشورهای مختلف براتون میگیریم و این 2 تا کشور رو به رقابت می‌کشونیم. ببین من اگر خوشمزه ترین صبحونه دنیا رو پیدا نکنم ولکن نیستم. پس با لایکاتون بتر کنید و بریم برای پارت دومش. بای.